مردم نخستین. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان، همینطور که مطلع هستید در قرآن آیه‌ای داریم که خدا به ملائک میگه میخوام انسان خلق کنم. ملائک میگن نه خدایا بس نیست، مثلا در زمین قتل انجام دادن، کشتار انجام دادن و زمین رو به فساد کشوندن. پیامبر خدای متعال میگه انی اعلم ما لا تعلمون، یه چیزایی میدونم که شما نمیدونید. این آیه مفهومش اینه که انسان‌های قبل از انسان‌های ما هم بودند، با یک اسکلت بسیار بزرگتر و درشتر که خیلی همدیگر رو ظاهراً می‌خوردند و می‌کشتند و به نسبت نسل انسانیتی که ظاهراً بیش از 7-8 هزار سال بیشتر نیست از زمان حضرت آدم، به نسبت ما شاید خیلی کشتار و قتلشون بیشتر بوده. این هم الان یه نمونه که الان آقا محسن بره کنار جمجمه اون واسطه شما متوجه خواهید شد که این چقدر بزرگه. یعنی شاید 5 برابر یک انسان معمولی این عصر و این زمان. خب این خیلی برای ما جالب بود، هیچ وقت ندیده بودیم و اینجا در شهر کرابی دیدیم اسکلت انسان‌های قبل از انسان‌های اولیه و غارنشین‌های قبل از انسان‌هایی که فرزندان حضرت آدم هستند. خیلی ارزش داره اینکه خدا می‌فرماد قل سیروا فی الارض، برین تو زمین من بچرخین. واقعا ارزش داره. اینه، یعنی من خودم شخصا معتقدم هر چی هزینه کردم به دیدن همین یکی شاید میارزید. هیچ جای دیگه اگر نمیرفتم نمیدیدم لذتی نمیبردم. دیدن همین اسکلت واقعی انسان قبل از خلقت بشری که ما هستیم، نسل ما، خیلی ارزشمنده. الهی که تنتون سالم باشه. خیلی پرحرفی کردم، ببخشید.